حالتون چطوره؟ خوش اومدین به این ویدیو. توی این ویدیو قراره یه چکی داشته باشیم توی کانال هم ببینیم تا الان چیا داشتیم. از اولین ویدیوی کانال شروع میکنم که حدود الان 23 تا با ویو گرفته، 2 تا لایک و 2 تا کامنت هم داره. بچه اینا رو من نصفه میذارم، بعدش خودتون باید بزنید، یه سری بزنید و ببینید. این ویدیو یکی از ویدیوهایی بودش که گیم پلی بود از سیزن‌های خیلی قدیم کالاف. اینجا یه اکانتی دارم که انواع و اقسام فینیشرها رو براتون گذاشتم، فینیشر اسکین دیزاین جدیدا. دیگه چی نگم، خودتون ببینید. بچه این ویدیو 11 تا ویو گرفته، یک کامنت، 2 تا لایک. بچه این گیم پلی همچی براتون گذاشتم و این گیم پلی خودم نیست و یکم بهش ادیت زدم. بچه اینم گیم پلی خودم نیست، همینجور براتون ادیت زدم گذاشتم. اینم مال خودم نیست، ببخشید. ولی این مال خودمه بچه. اینم یکی از فشاری شدن ها طبق دستور اکتیویژن بود. بچه من اینو تست کردم، خب درسته، ولی وقتی اینکه دوباره بمیری دوباره همون حالت قبلی برمیگرده. یکی هم نیاز دارید که AFK باشه. دیگه این خودتون ببینید، حرفی ندارم. نوشته یا ایرانی تحت هر شرایطی. چه خبر اینجانی؟ دارم بازی کنم. آقای ادیبزاده بزرگ منی چپ گل. بچه من سری بد میشم، خودتون به چنل ببینید. اینم صدا رو چک نکن که فکر کنم بیشترتون انجام داده بودید ولی خیلی چیز نبود. اینم انیمه است، ادیت زدم. اینم صدا چک نکن بود دوباره. اینم انیمه بود. ترجمه آهنگش هم براتون زیر نوشتم. اینو من خودم خود خوشم اومد براتون میتونم تو کامل ببینید تو این ویدیو.
اینم دیدم چون که خیلی کال آف ویو نمیره ای فوتبالم براتون گذاشتم. فکر کنم بهترین ویدیویی بود که من تا الان گذاشته بودم. اگه خوشت اومد لایک حساب کن، اگه هم خوشت نیومد فوش بهت بده. حداقل اینجوری دمتون گرم بچه‌ها، این ویدیو بهترین ویدیویی بوده که تا الان گذاشتم. نمیدونم کلای خیلی قشنگتر از اینی هم داشتن، چرا ما دیده نشدن. اینم خوب بوده، اینم بد نبوده نسبتا. یه زمان چنلم گوشه بدم سینا کی ای، بعدش عوض کردم دوباره کردم همون سینا وایتی. عشق داداش یه لحظه ساده رد نشو. یه قسمتی بازی آوردم، امیدوارم لذت ببرید. خیلی ممنون، خدا نگهدار. بچه اینجا دلم واقعا به حال طرف سوخت. داشتش میگفتش کار ول کن، داشت ول کن. خودش یارش هم داشتم میزدم، یارش فرار کرد سری. این هم شوتاش قشنگ بوده، نمیدونم چرا حمایت نشد. حالا امیدوارم بچه‌هایی که این ویدیو رو میبینید امیدوارم این حمایت ریزی بشم. چی شد؟ زد براتون ویدیو رو بیارم. اینم خوب بود اکثر من بیاش. این خیلی شات قشنگی بود، چرا حمایت نشد. اینم خیلی چیز نبود ولی حالا ببینید دیگه. طرف آخر چیز بود، آخر زون بود، وارماشین کشیده بود، پدرمون رو در برده بود از اول مچ. اون حس وین کردن اصلا. اینم فکر کنم ادیتش قشنگ باشه. بچه کامنت ها رو ببینید که خودم نذاشتم. بذارید یه بار یه هیپ فایر رو بهتون نشون بدم. هیپ فایر خیلی گاد بود. پینگ هم خیلی خوب نبود، 90 بودیم هم شد ریجستر شد هیپ فایره. این معمول بود هیپ فایر دومی، خیلی چیز نبود. این فکر کنم شات قشنگی داره. این اولیش بگم که دیگه هم باشه. بچه بعد یه مدت خب تصمیم گرفتم با یکی از پیجا همکاری بکنم. خب اگه کسی داره این ویدیو رو میبینه 2 تا حق انتخاب دارم، یکی بین آرتین زدوایتی، یکی هم بین بردیا ایتی. آرتین زدوایتی ویدیوهاش بیشتره، حساباش هم بیشتره، نمیدونم بازی کدومتون بهتره. این هم قرعه کشی بود، کسی خیلی انجام نداد. و همون یارو دادم که هم کامنت گذاشت هم ساب کرد. این هم یه گیم پلی بود، خوب بود. دوباره براتون یه بار چنل گذاشتم چون خیلی ندیده بودینش.
خدا این ویدیو قشنگی بود تا ببینیم. اینجا خودمو 4 انگشتی که امروز داشتم پخت و پز میکردم توی کاستوم. حتی زیر زمینه بیوای میداد، همه بیوایی دارن. اینجا هم گاندراپ خریده بودم. این همون گیم پلیله. این هم خیلی چالش معروفی بود انجام دادم. خب بچه میریم سراغ سابام. 16 تا مشترک دارم. یکیش آرتین زدکوه که شاید باش ویدیو گرفتم بعدن. آره ولی این ویدیوی داری که شما میایید. بعدش یه سینووایتی دیگه است، من نمیشناسمش. خلیج فارس، پیکسرفانه. 56 تا مشترک داره نمیستم. سینووایتی هم 7 داره. خب بچه من با این 50 تا ویدیو تونستم به 16 تا مشترک برسم. خیلی ازتون ممنونم. امیدوارم بعد دیدن ویدیو چند نفر سابسکرایب کنن.